امروز президенти افغانستان به شهر شمالی مازори شریف مرکزی ولایت بلخ سفر کرده با ҷангсолорон اتو مуҳаммади نور و عبدوراشید دوستم دidorу ملاقات داشت. در همین حال طبق اطلاع یک عضو شورای ولایت بدخشان در پی حمله دیروزه طالبان مرکزی ولایت شمال شرقی بدخشانی افغانستان و یا حداقل چندین بینای مهمی حکومت این ولایت تحت تصرف طالبان است. اشرف غنی با پیشوایان و فعالان استانی بلخ دیدارو گفتگو کرد. این قسمت افغانستان از گوشه‌های آرامترین این کشور به شمار می رفت. حضور طالبان در اینجا همین اواخر ناچیز بود، اما سرعت پیشرفت کنونی آنها بسیاری ها را به حالت شاک آورده است. به نوشته خبرگزاری رایترز فعلا طالبان 65% خاک افغانستان را تصرف کردند. президенти ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز سه‌شنبه از رهبران افغانستان دعوت کرد که برای حمایت از وطنشان قیام کنند. آمریکا طور معمول نیروهای حکومت افغانستان را حمایت خواهد کرد. قبل از شروع برنامه از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانستانی رادیو آزادی پرسیدم که چرا طالبان به این آسانی پیشرفت دارند؟ بله، همونطور که شما گفتین طالبان به تازگی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان را تصرف کردند. در مورد این که جنگجویان طالبان چگونه تانستن که به این سرعت پیشروی کنند، مخصوصا در برخی از مناطق در شمال افغانستان، نظریات گوناگون وجود داره. شما میدانید که جنگ به شدت جریان داره در یکی دو جبهه، نه بلکه در چندین جبهه در مناطق مختلف افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب تا شرق. یکی از دلایل این است که نیروهای خاص افغانستان که تعدادشان به چندین هزار نیرو میرسه و گفته میشه که در منطقه بی‌نظیر هستند، اینها سخت زیر فشار هستند در مناطق مختلف. شما میدونید که تنها جنگ در شمال نه، بلکه در جنوب و در غرب و در جاهای دیگه هم جریان داره، از جمله در کندهار، از جمله در هلمند. یکی از دلایل این است که این نیروها که نیروهای ورزیده تر و آموزش دیده تر خوانده میشن، اینها سخت مصروف و مشغول هستند. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان در جریان جنگ‌های اخیر به جنایت‌های جنگی راه دادند. شما در این باره چی میگویید؟ در مورد گزارش‌ها در ارتباط به جنایت جنگی، بله، گزارش‌های وجود داره. مثلا در ولسوالی اسپین بولدک که ولسوالی مرزی با پاکستان هست، وقتی که چند هفته پیش طالبان ولسوالی را تصرف کردند، دور و بر 400 نفر را بازداشت کردند و بعد گزارش رسید که حدود 100 نفر کشته شدند که گفته شد غیر نظامی بودند. مقامات افغان گفتند که کار طالبان است و همچنان بعداً مقامات آمریکایی و بریتانیایی هم این رویداد را نکوهش کردند. اما طالبان پیوسته چنین ادعاها و اتهامات را انکار کردند و رد کردند و حتی خواستار تحقیق در این زمینه شدند. در برخی از مناطق گزارش هایی وجود داره که طالبان زنان محلی را به نکاح با جنگجویانشان مجبور کردند، وادارشان کردند، اما طالبان این گزارش ها را هم نمیپذیرند. چون این گزارش های وجود داره و چون این انکارهای هم هست. تشکر از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانی رادیو آزادی که درباره اشغال بدخشان از سوی طالبان اطلاع داد. معلومات از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید.